دوستای نازنینم، خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوب من یاسمن ناصری هستم، دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه فردوسی و خیلی خوشحالم که کنارتون هستم. ما توی این چنل قراره که یک سری ویدیوهایی حول محور موضوعاتی مثل رشد شخصی و رشد شغلی قرار بدیم. پس اگر به این قبیل از موضوعات علاقه‌مند هستید خیلی ممنون میشم که ویدیو من رو لایک کنید، کامنت بذارید و همچنین چنل من رو سابسکرایب کنید. ما در پارت اول ویدیو استرس شغلی و مدیریت اون اومدیم اول مفهوم استرس رو براتون توضیح دادیم و بعد یک سری تکنیک هایی رو بهتون گفتیم که بسیار اثربخش بودن. پس اگر پارت اول ویدیو من رو ندیدین حتما پیشنهاد میکنم که ابتدا اون ویدیو رو ببینید و بعد برگردین و پارت دوم یعنی همین ویدیو رو مشاهده کنین. استرس در حد کمش میتونه مفید باشه. استرس مثبت یا یو استرس بسیار میتونه به فرد انگیزه بده، باعث افزایش تمرکزش بشه و حتی میتونه بهره‌وری فرد رو افزایش بده. مثل وقتی که مثلا یک کارمندی خیلی عملکردش هم خوب هست، بهش یک پروژه‌ای رو میدن و میگن که این پروژه رو مثلا در یک تایم مشخصی که کافی هم هست انجام بده. اگر اون کارمند یک مقدار استرس داشته باشه خب این طبیعیه و مفید هم هست، چون باعث میشه که اون پروژه رو دقیقاً همون تایمی که رئیس بهش گفته تحویل بده و مثلا اگر پرزنت محصولی هست که همون هم به هر حال یک موقعیت تنش‌زا و استرس‌زایی هست، میتونه یه پرزنت فوق‌العاده‌ای داشته باشه. پس استرس همیشه هم بد نیست، در حد کمش میتونه مفید باشه. یک استرس دیگه ای رو هم داریم که بهش همون استرس مزمن میگن که راجبش یه مقداری توی ویدیو اول صحبت کردیم. جالبه که بدونید استرس مزمن باعث تغییر ساختار مغز میشه. یه بخشی داریم توی مغز به اسم هیپوکامپ. این بخش در واقع بخش یادگیری و حافظه هست. این بخش کوچیک میشه وقتی که ما استرس مزمن و منفی داریم. برای همین هستش که مثلا دانش آموزا یا دانشجویانی که استرس خیلی زیادی دارن موقع امتحان در واقع به قول معروف میگن که ما هیچ یادمون نمیاد و کلا صفحه ذهنمون سفید شده. در واقع همون هیپوکامپ دچار مشکل شده و کوچیک شده و حافظه رو مختل کرده. جالبه که بدونین بدن بین تهدید واقعی و تهدید ذهنی فرق قائل نمیشه. دقیقاً همون استرسی که وقتی جلسه با رئیست داری یا اون استرسی که موقعی که یه ایمیل از رئیست میخونی و اون ایمیل حاوی یه پیغام استرس‌زا هست، مثلا یه پروژه بهت میده میگه سریع این رو انجام بده، توی یک مدت خیلی کم این رو به من باید تحویل بدی و سطح استرست میره بالا، ترشح آدرنالینت افزایش پیدا میکنه. دقیقاً مثل وقتی هست، مثل استرسی هستش که شما در مقابل یک حیوان وحشی مثل ببر قرار گرفتید و هیچ فرقی با اون نمیکنه. جالبه که این استرس، این واکنش بدن دقیقاً مثل مقابله با در واقع یک حیوان وحشی هست و مغز این دوتا موقعیت رو نمیتونه از هم تشخیص بده. حالا وارد یک سری از تکنیک هایی خواهیم شد که علاوه بر این که کاربردی هستن علمی هم هستن. تکنیک اول لبخند هست. لبخند حتی اگر واقعی هم نباشه باعث کاهش استرس شما خواهد شد. وقتی که ما لبخند میزنیم همین انقباض عضلات صورت ما یه پیغامی رو به مغز میرسونه و بهش میگه اوضاع آرومه، همه چی اوکیه،
و آروم باش. و سطح کورتیزول که همون هورمون استرس هست در مغز کاهش پیدا میکنه و شما احساس بهتری خواهید داشت. ذهن ما نمیتونه چند کار رو همزمان با هم انجام بده. چند وظیفگی یا مولتی تاسکینگ در واقع وقتی هستش که ما چند تا کار رو میخوایم همزمان انجام بدیم. این که ما از یک کاری میپریم به یک کار دیگه تا در واقع به همه کارها برسیم، ذهن ما در شروع هر کاری دوباره از اول میخواد تمرکزش رو جمع کنه و شروع کنه. و این که شما هر کاری رو نصفه رها میکنید و وارد یک کار دیگه میشید، باز اون کار رو انجام میدید تا نصفه، بعد دوباره وارد یک کار جدید دیگه میشید و مشغول میشید، خب همین باعث میشه که ذهن ما خسته بشه و سطح استرسمون هم بره بالا و بهره وری ما کم بشه. پس بهتره از چند وظیفگی یا مولتی تاسکینگ پرهیز کنیم. نوشتن درباره استرس خودش درمان استرسه. در روز ما میتونیم 5 دقیقه وقت بذاریم در مورد چیزهایی که به ما استرس دادن یا مثلا موقعیت هایی که باعث شده به ما استرس وارد بشه می نویسیم. همین باعث میشه که به مرور زمان از لحاظ روانی سبکتر بشیم. به این روش میگن روش نوشتار درمانی یا اکسپرسیو رایتینگ. آهنگ هایی با ریتم خاص باعث میشه که ضربان قلب ما تنظیم بشه و باعث کاهش استرس میشه. بعضی از آهنگ هایی که ملایم و آرام هستن اگر توی محیط کارتون پلی بشن باعث کاهش استرس شما و کاهش تنش عضلات بدنی شما خواهد شد و بهره‌وری و تمرکز شما رو بالا خواهد آورد. میدونستین که کم آبی باعث میشه که اضطراب ما بره بالا؟ فقط 2% کم آبی لازمه که عملکرد شناختی ما رو مختل کنه و سطح استرس ما رو بالا ببره و احساس فشار کنیم. پس خیلی مهمه که نوشیدن آب رو از خودمون دریغ نکنیم. استفاده از رایحه‌های طبیعی در محیط کار باعث کاهش مستقیم استرس میشه. رایحه‌هایی مثل استخوان‌دوست، نعنا، لیمو، اینا باعث میشن که شما فشار کمتری در محیط کارتون احساس کنید و بهتره که یک اسپری معطر از همین رایحه‌هایی که گفتم روی میز کارتون داشته باشید که واقعا مثل معجزه میمونه. دیوید آلن این تکنیک رو توی کتابش گفته و گفته که هر کاری که زیر 2 دقیقه انجام میشه رو فوری انجام بده. پس بیا فکر کن که اون کارهایی که فوری انجام میشن و زیر 2 دقیقه وقت شما رو میگیرن اونها رو زودتر انجام بده. اینجوری باعث میشه که لیست در واقع فهرست کارهای عقب افتاده شما کمتر بشه و به شما استرس کمتری وارد بشه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، نظرتون رو به من بگین و اگر کانال من رو دوست دارید، چون از این قبیل ویدیوها قراره که بیشتر بذارم توی کانالم، ممنون میشم که سابسکرایب کنین. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.